من آرزو هستم. مدتیه که دارم روی یه استارتاپ اجتماعی به نام پرسیسک آرت کار میکنم. هدف من اینه که با راه اندازی یک کسب و کار اجتماعی هنرمندای کشورم بتونن بدون واسطه آثار هنرشون رو به دست هنردوستان در هر جای دنیا برسونن و سهم منصفانه تری از این داد و ستد داشته باشن. از این طریق نه تنها هنرمندان امکان توسعه کارشون رو دارن، بلکه هنردوستان هم هنر اصیل و زیبای ایرانی رو تو خونه هاشون خواهند داشت. من به نقاط مختلف ایران سفر کردم و با خیلی از هنرمندان صنایع دستی آشنا شدم. اما دوست دارم دست همکاری به سمت شما هم دراز کنم. اول اینکه اگه هنرمندی رو میشناسید که با کارهای دستی زندگیشو میچرخونه به ما معرفیش کنید. و اگر هم خودتون یا دوستاتون میتونید تو زمینه عکاسی از محصولات یا عکاسی مستند اجتماعی به ما کمک کنید، حتما با ما تماس بگیرید. یک کمک بزرگ دیگه اینه که پرسیسک آرت رو به دوستای ایرانی و غیر ایرانیتون معرفی کنید و یا صفحه اینستاگرام و فیسبوک ما رو به اشتراک بگذارید. امیدوارم با کمک همدیگه بتونیم هنر زیبا و اصیل ایرانی رو به دنیا بیشتر و بهتر معرفی کنیم.